رئیس سازمان ملی مهاجرت از استقبال اتباع و مهاجران خارجی از طرح جذب سرمایه‌های خرد اتباع خبر داد. در این طرح اتباع و مهاجران می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک عامل علاوه بر مشارکت در زنجیره تولید کشور از مزایای مختلف آن از جمله بیمه، اشتغال، اقامت و استفاده از امکانات بانکی بدون محدودیت بهره مند شوند. توی اکثر استان‌ها این طرح پیاده شده. ابتداً به دلیلی که اطلاعات غلط و وارونه‌ای به جامعه مخاطب منتقل کرده بودند، یک نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود، ولی وقتی که تبیین شد، روشنگری شد و اهداف بلند طرح و اون نکات مثبت بسیار زیادی که ما 42 نکته مثبت را توی طرح احصا کردیم منتقل شد، خب خوشبختانه استقبال خیلی خوبی صورت گرفته. الان بالای 75,000 نفر تا آخرین اطلاعاتی که من داشتم اومدن ثبت نام کردن، به گونه‌ای که تو خیلی استان‌ها نوبت دادن برای که بتونن اینا ثبت بکنن.